من فخر میکنم با زبان تاجیکی ایاکتگان UFC گپ میزنم. من میخوام همه را мотивация افتن. پایافزال‌های با صفت از چرم و زمشی تازه بوده استحصال داغستان میباشند. انتخاب کلان نرخ دسترس دستاوک با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان داریم. برای فرمایش در واتساپ روی اکران بوده نویسید و برای تماشای دیگر مالها سیلکه تلگرام کانال در کامنتاری هست. سلام علیکم دوستان، به کانال ما خوش آمدید و ما تازه ترین خبرها را از جهان MMA پیشکشتان می نماییم. دوستان، این شام ورزشکار تاجیک محمد نعیمов توانست در 44 ثانیه راند اول حریف خود اریک سیلوا را با نکاوت شکست دهد. او اول حریف خود را با اودر و بعدا در استویکا کمی اداره کرده، بعدا به زمین افتونید، مشتباران کرده او را به نکاوت تکنیکی شکست داد و رکورد خود را به 12-2 رسانید. هنگام صحبت با راوی نعیمов با لفظ شیرین تاجیکی صحبت کرده قید کرد که او فخر میکند که با زبان تاجیکی از اتگان UFC با زبان مادری خیش حرف میزند. نعیمov پس از رقابت گفت که بربازه تو رقیب نوبتی. این نه تنها غالبیت نعیمov بلکه غالبیت تمام مردم تاجیک و اسنگ به حساب می رود که همه شما را با این غالبیت تبریک می نمایم دوستان و با محمد نعیمov قله های باز هم بلندتر را آرزو میکنیم. تاجیکستان با پیش. با شما در همینجا خیر خوش میکنیم تا ویدیوی نوبتی.